سلام دوستان، چطورید؟ خوبید؟ سلامتید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیوی آموزشی میخوام بهتون یاد بدم که چجوری دیسکورد رو بدون استفاده از ابزارهای تغییر IP یا همون VPN باز بکنید. الان اگه دقت بکنید، من اگه دیسکورد رو باز بکنم روی لودینگ میمونه و توی چکینگ فور آپدیت گیر میکنه و جلو نمیره. من الان هر چقدر اینجا وایسم این جلو نمیره. دیسکورد رو میبندم. قبل از اینکه شروع بکنیم دو تا نکته من باید بگم. اول اینکه دیسکورد باید حتما به آخرین نسخه بروزرسانی شده باشه. یعنی اگر خیلی وقت برنامه دیسکورد رو باز نکردید، حتما قبلش یه VPN بزنید، دیسکورد رو باز بکنید، وایسید آپدیت بشه، بعد دیسکورد رو ببندید و ادامه ویدیو رو ببینید. دومین نکته اینه که زیر همین ویدیو من یه لینک تعبیه کردم که لینک دانلود یه فایل زیپه. داخل این فایل زیپ سه تا فایل وجود داره. یک فایل update.exe.config، یک فایل target.txt و یک فایل نصبیه که یه شکل گربه داره روش. همه اینا رو الان براتون توضیح میدم که چجوریه. برای اینکه بخواید روی دیسکورد پروکسی ست بکنید، دو تا کار باید انجام بدید. اولین کار اینه که این فایل target.txt رو باز بکنید. توی این بخش تارگت خط دومیش یک کدی نوشته شده. این کد رو کپی بکنید. روش کلیک راست میکنم، من کپی رو میزنم. روی برنامه دیسکورد کلیک راست میکنم، پروپرتیز که آخرین گزینه است رو میزنم، توی تب شورتکات و توی قسمت تارگت یه روبروش یه متنی نوشته شده که در انتهای اون متن باید یه اسپیس بزنید و این متنی که اونور کپی کردیم و اینور پست میکنیم. متن اینجا اضافه شد. اوکی رو میزنیم. خب این کار اولمون بود. هنوز کارمون تموم نشده، پس پیشنهاد میکنم دیسکورد رو باز نکنید. حالا بریم مرحله بعد. تو این مرحله شما باید فایل update.exe.config رو کپی بکنید و تو فایل های دیسکورد جایگذاری کنید یا پست کنید. من فایل update.exe.config رو کپی میکنم، روی دیسکورد کلیک راست میکنم، open file location رو میزنم، توی این فولدری که برای من باز میشه پیست میکنم. تا اینجا کارمون رو درست انجام دادیم و هیچ مشکلی نداره. اینم میارم پایین. حالا میریم سراغ برنامه کلش فور ویندوز فتاپ. این برنامه‌ای که گربه روشه. این رو نصب بکنید. من قبلا نصب کردم و اینجاست. کار خاصی هم نداره نصب کردنش. چند تا نکست باید بزنید تا نصب بشه. من کلش خودم رو باز میکنم. وقتی کلش رو برای اولین بار باز میکنید با یه همچین صفحه‌ای روبرو میشید. چیز پیچیده ای نیست، اصلا نگران نشید. این سمت چپ یه سری گزینه ها وجود داره: جنرال، پروکسیز، پروفایلز. ما با پروفایلز خیلی کار داریم. توی قسمت پروفایلز شما برید. توی این قسمت ما باید یه کانفیگ اینجا وارد بکنیم. اصلا نگران نباشید اگه نمیدونید کانفیگ چیه و اینا. فقط کارهایی که من انجام میدم رو شما انجام بدید. توی فایل زیپ یه فایل target.txt بود. فایل target.txt رو دوباره باز میکنید. توی قسمت اول یه دونه کانفیگ کلش نوشته شده که یه لینکی زیرش وجود داره. این لینک رو من کپی میکنم. شما هم همین کار رو با من انجام بدید. تو این قسمت وقتی این گزینه رو بزنم پست میشه و میبینید که پست شد. روی دانلود کلیک میکنم، میره توی دانلودینگ. الان برای من دانلود شد. فایل کانفیگ ما اضافه شد اینجا. اگر به هر دلیلی اینجا فیل داد یا ارور خورد، کانکشن ارور چیزی خورد، قبلش یه VPN روشن بکنید، این لینک رو اینجا پست بکنید، دانلود رو بزنید تا این فایل دانلود بشه. باید ساکسس یا سبز بده بهتون. بعد از اینکه این فایل اضافه شد، روش یه بار کلیک بکنید که کلش رو همین ست بشه. بعدش دیگه کار خاصی نداریم. برنامه کلش رو میبندیم. این پوشه رو من میبندم. دیسکورد رو الان باز میکنم. میبینید که رفته تو حالت استارتینگ و داره لود میشه. و به همین راحتی تونستیم فیلتر یا حالا تحریم دیسکورد رو دور بزنیم. این بود از برنامه کلش VPN برای کسایی که نمیخوان پروکسی خاصی روی دیسکورد ست بکنن و فقط میخوان با کلش VPN وصل بشن. این کلش یه نکته بگم که فقط این پروکسی رو درست میکنه و کل سیستمتون رو تونل نمیکنه، یعنی از VPN رد نمیکنه. شما خیلی راحت میتونید اینو باز بذارید و با دیسکوردتون کار بکنید. توی قسمت جنرال برنامه کلش دو تا گزینه وجود داره به نام میکسین و استارت وید ویندوز. گزینه میکسین رو من روشن میکنم. گزینه میکسین چیکار میکنه؟ وقتی برنامه کلش باز میشه به صورت خودکار میره این پایین بسته میمونه دیگه، اینجوری این صفحش باز نمیشه بعد. و گزینه استارت وید ویندوز رو هم فعال بکنید که وقتی شما سیستمتون رو روشن میکنید این برنامه هم به صورت خودکار باز بشه و بره این گوشه کنار ساعت و خودش باز بمونه.
برای کسایی که میخوان پروکسی خاص خودشون رو روی دیسکورد ست بکنن، روی برنامه دیسکورد کلیک راست بکنن، توی قسمت پروپرتیز کلیک بکنن، توی قسمت تارگت یه IP و پورتی وجود داره، اینجا میتونن پروکسی دفاع خودشون رو قرار بدن. برای کسایی که میخوان از روش کلش استفاده بکنن، به اینجا هیچ دست نزنن چون قاطی میکنه و برنامه به هم میریزه. برای کسایی که میدونن پروکسی چیه و حالا میخوان پروکسی خاص خودشون رو وارد بکنن، میتونن این قسمت وارد بکنن و دقت بکنید وقتی اینجا وارد میکنید باید اون فایل کانفیگ هم که توی فایل های نصبی دیسکورد هست رو هم ادیت بزنید. مثلا update.exe.config اوپن ویدو میزنم، با نوتپد بازش میکنم و این تیکه هم باید همون پروکسی باشه که اونجا وارد کردید. سیو رو بزنید و برید بیرون. بازم میگم این قسمت آخر که پروکسی خاص خودتون رو میتونید ست بکنید برای کسایی که واقعا پروکسی خوبی سراغ دارن و میشناسن و میخوان وارد بکنن. اگه پروکسی خوبی ندارید و قطع و وصلی داره، حتما از برنامه کلش استفاده بکنید و اون IP پورتی که من توی فایل تکست گذاشتم به هیچ وجه تغییر ندید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه، با این کار از ما حمایت میکنید. همچنین اگر سوالی، پیشنهادی در مورد آموزش‌های بعدی یا در مورد همین آموزش اگه سوالی چیزی داشتید در قسمت کامنت ها حتما بذارید. 100% من میخونم و جواب میدم بهتون. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.